بله آقا رسول بزرگوار بفرمایید. سلام علیکم جناب انصاری عزیز. سلامت باشید، بفرمایید برادر بزرگوار. اگر صحبتی دارید میشنویم. خدا شما را از ما نگیره، خدا به شما لطف و عنایت خاصشو ان شاء الله داشته باشه. آمین. حالا در مورد اون چیزایی که پخش کردید بگم، در مورد چی بگم آقای انصاری جان؟ هر چه دل تنگتون میخواد بگید. خدمتتون عرض کنم. بفرمایید. مطلب اول موصف حضرت زهرا سلام الله علیها. بله. اون چیزایی که اون آقا ردیف کرد، من هر چی حساب کردم کفار مسلمی، درست؟ بله. شهرهای کفار شهرهای مسلمی، جهنمی ها بهشتی ها و هفتش مورد دیگه اینجوری. من اینا رو فقط اسمای خالیشو بخوام بنویسم فکر کنم بالای 300 جلد میشه. درست. بعد این کتابای دامن بوده، میدون ورزشی بوده، چجوری بود؟ این کتاب اولش. اما مطلب دومتون بوزه خورد. بعد این بوزه یعنی کل کتابا رو خورده، فقط توی یه خونه چند تا سفر خورده، یک کتاب خورده. چجوری هست؟ درست. فقط یه قرآن بوده خورده، بوده یک صفحه بوده، این نیست. اما امام زمان ایشون هم که بیاد ما به هر حال میفهمیم که چی به چیه اینا. درست. درست. که چی به چی خواهد بود. درست. اون آقا رو هم که شما پخش کردید شما انصاری عزیز، آقای حیدری و اونهای دیگر رو چی بگم والله ما کورانی، آقای کورانی رو چی بگم والله ما خجالت میکشیم اینجا جناب انصاری، والله که ما خجالت میشیم. اما این آقای هاشمی عزیز که ما گفتن هدایت که دو تا برادرمون از اهواز. بله. من میخوام یه جمله بهتری رو بگم. بفرمایید. ما فکر میکنم اصلا ما دین نداشتیم، ما تازه مسلمون شدیم آقا. الله اکبر. الله اکبر. ما تازه مسلمون شدیم. ما دروغ بودیم، زندنیق بودیم، مشرک بودیم. همه ایرادایی که یه آدمیزاد میتونه داشته باشه که در تناقض با قرآن مجید ما داشتیم. درست. خب ما که خدا الحمدلله خدا رو شاکریم. چند وقته که از 97 درصدش الحمدلله مسلمون شدیم دیگه. چی بخوام بگم دیگه؟ شیعه که چی عرض کنم؟ شیعه ما نمیتونم ادعا کنم شیعه بودیم. شیعه کسی که به گفتار امیرم همون نهج البلاغه که اینا نوشتن، من که ننوشتم اون نهج البلاغه، اون چیزا رو عمل میکنه. درست. به اون چیزایی که ایشون گفته عمل میکنه. اون طایفه جلدی حداقلش حالا درست. کنار. درست. ما نیستیم، نبودیم، نیستیم و نه هستیم. ما داریم اینجا زندگی میکنیم آقای انصاری. الله المستعان. ما داریم اینجا زندگی میکنیم. شما نمیدونه چه خبره. دروغ میگن، کلک میزنن، حقه سوار میکنن، کلا سرت میذارن. اصلا نمیدونم چجوری اینا رو توصیف کنم. نمیدونم آقای انصاری. ما که دیگه آخرای عمرمونه. بازم خدا رو شکر. الحمدلله. بازم خدا رو شکر. دست شما درد نکنه. بیشتر از این وقت رو نمیرم. میدونم که خطاتون خیلی شلوغه. سلامت باشید. ماشاءالله امشب قوقا کردید. الله متعال ستون. دست گلتون در نکنه. خدا به شما آقای عباسی، آقای انصاری و دیگر برادران عزیز آمین. برکت بده. آمین. آمین. خدا لعنت کنه هر چی دروغگوه آقا. آمین. در هر کجای عالم. آمین. آمین. تشکر میکنم آقا رسول بزرگوار. الله متعال حفظتون کنه و طول عمر و سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه. ممنونم. تشکر جناب انصاری. زنده باشید. خدا نگهدارتون. امریکایی چیزی. التماس دعا. خدا نگهدارتون. الله محتاجیم دعا و همچنین. سلامت باشید. خدا سلامت باشید. خدا نگهدارتون.